سرآغاز هر نام خداست، بینام او نام نیستر خطاست. خیر مقدم عرض میکنم شما یک دوستان عزیز و هزاران گرامی و مسئولین عزیز مدرسه نام اشتباس. خیر مقدم خدمت خوشنمای ما حاج بود آن سرور رعنای ما آن مقیسی سرمدی خیرکار گلشنی ارشادی باشد بخشدار سروری همچون وسیم نامدار سالکور باشد وسیم را دستیار پاکاندیش و بلوچ کامگار مولوی محمد غدیر باوقار دکتر واعظ مهدوی را یاد دار طباطبایی با مصدق نامدار لکزایی با حسینی ارجمند سرورم ایرانپور سربلند شکر ایزد را بگویم بی‌قیاس بهر ساخت مدرسه نام اشتباس. ساخته شد این مدرسه با سه‌شان خیری سپاس و حاسب خوددوان محمد رضا شهسواری شد صحیح آب سید این مراد نفش امین. ای عزیزان مدرسه دارد نیاز مدرسه سرویس بهداشتی را بساز خانه آموزگار و همحیات زندگی از علم میگیرد زماد آب شرب دستگاه برای تصفیه راهنمایی از برای تربیه تل هادی بر مراده توسعه ته روستا مرکزی هم توسعه مردم پاک شما میمون باد علم و دانش در جهان افزون باد کردم اعداد تیغ و کفش و هم لباس من مراد احیار به عام و هم خاص ابتدایی مقطع تحصیل بود بعد از آن درس و هنر تعطیل بود فضل رفت این روستا را شد شمول راهنمایی گشت ما را هم حصول بچه ها مشغول تحصیل از فنون راهنمایی و دبیران و راهنمون 21 مشغول باشد ایلان علم و دانش باز مبارک بلبلان رب شما را میدهد مزد اجور منطقه پیشرفت و ملت پرسرور من ز عمق قلب گویم سلام بر شما ای خیرین نیکنام من مرادم با مراد کامدار من شما را مخلصم هم دوستدار من مراد سید از شما دارم سپاس ای شما این روز و شب در خدمت مخلوقات رب شما را شاد دارد بهرتان و ذوالجلال بحث خدمت را شمایی بهترین مهر و مثال. چون از همینجا تشکر میکنم سپاس برای درمی در راه خیر برمیداره و برداشته انشالله خداوند متعال عاقبتش رو به خیر بگرداند. از آب سید بزرگوار که هم به عنوان دهیار هستند در روستای کمشهر و هم در واقع به نوعی نمایندگی میکنن رابط هستند با مجموعه خیرین و ما این روستایی رو که امروز در خدمت بزرگواران هستیم به عنوان یکی از روستاهای نمونه و الگو در شهرستان که هم در بحث مدرسه و هم در بحث زمین چمن هم جمله میگم جزاکم الله خیرا فی الدنیا و الاخره. خداوند متعال همه شما را و همه کسانی که دست اندر کار بودن تو این ساخت مدرسه خداوند متعال جزای خیر بده در دنیا و آخرت. سروری در دین ما خدمتگری است، عدل فاروقی، فکر حیدری است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.